شاید براتون سوال پیش اومده باشه که پروتون چجوری و با چه تکنولوژی میتونه از فاصله دور براتون آشکارسازی کنه و اهداف رو بهتون نشون بده. اساس کار پروتون بر اساس ایجاد شوک و برانگیختگی محیط با عنصر سزیومه و پروتون با سزیومه که میتونه محیط رو برانگیخته کنه و ازش اطلاعات به دست بیاره. سزیوم فعالترین عنصر جدول تناوبی با عدد اتمی 55 و از گروه فلزات قلیاییه و ظرفیت اون 1 که با آب واکنش انفجاری میده و در هوای آزاد هم شعله‌ور میشه. از سزیوم تو صنایع الکترونیک نظامی و همچنین در سوخت پیشرانه موشک‌های فضاپیماها هم استفاده میشه و به صورت انحصاری فقط و فقط بعضی از ارگان‌های خاص بهش دسترسی دارن و در دسترس عموم نیست. کاری که روی سیستم‌های پروتون انجام دادن اومدن داخل سنسورهای پروتون از ترکیبات سزیوم استفاده کردن و پروتون با استفاده از تابش سزیومی میاد و به صورت آنی و به شدت یک محیط رو برانگیخته میکنه و باعث آزادسازی حجم یونی بسیار بسیار بالایی از اعماق زمین میشه و حجم یون بالایی رو آزاد میکنه و پروتون با سنس کردن حجم یون‌های آزاد شده اطلاعات لازم رو به دست میاره و با تکنولوژی که داره اطلاعات به دست اومده رو تجزیه و تحلیل میکنه و به آسان‌ترین شکل نمایش میده. به صورتی که اپراتور فقط با یک نگاه داخل تصویر خروجی میتونه اطلاعاتی که لازم داره رو به دست بیاره بدون اینکه خودش بخواد اون اطلاعات رو تو مودها و فیلترهای مختلف تجزیه و تحلیل و بررسی کنه. تا الان توی دنیا روی تنها سیستم یابنده‌ای که از تکنولوژی شارژ محیط با سزیوم استفاده شده فقط و فقط سیستم‌های پروتونه. اینو یادتون باشه. موفق و پیروز باشید.